امروز داخل این ویدیو میخوام یکی از شخصیت‌های معروف و بزرگ داخل بلوچستان رو توضیح بدیم که به این معروفه که تونسته به کمک ارتش بلوچ‌ها حتی دهلی رو هم فتح بکنه و اون کسی نیست جز میرچاکرخان رند بلوچ. در رابطه با سلسله رند در واقع باید بگیم که میرجلالخان رند که از اجداد طایفه رند به شمار میره با تشکیل اتحادیه رند و لاشاری‌ها به کلات که الان در بلوچستان شرقی قرار داره حمله میکنه و حکومت کلات و شهرهای اطراف اون رو به دست میگیره. اما بعد از اینکه میرجلال خان از دنیا میره این اتحاد از بین میره، یعنی طوایف رند و لاشاری که با هم متحد بودن این اتحادشون از بین میره و این قضیه باعث میشه که کنترل شهر کلات و تمام مناطق تصرف شده توسط این دو قبیله از دستشون در بره. اما نهایتاً بعد از میرجلال خان میرچاکرخان رند که از نوادگان میرجلال خان به حساب میاد دوباره به این سلسله رونق میبخشه و ما در واقع میخوایم داخل این ویدیو در رابطه با همین میرچاکرخان رند صحبت کنیم. در واقع میرچاکرخان فرزند میرشیحک رند و از نوادگان میرجلال خان به حساب میاد. میرچاکر متولد سال 1467 میلادی در شهر کیچ مکرانه که در 16 سالگی به همراه پدر خودش میرشیحک رند و تعداد زیادی از مردم قبیله رند مهاجرت میکنه و به سرزمین کلات میاد که امروزه در مکران شرقی واقع شده. درسته که میرشیحک رند و تعداد زیادی از مردم قبیله رند از مکران به این ناحیه که در اون زمان رونق زیادی داشته مهاجرت میکنن، اما در واقع تعداد زیادی از مردم این قبیله هم در سرزمین خودشون باقی میمونن که از جمله مشهورترین این افراد میردگار ابن میر یوسف رنده که در نهایتاً بعداً سلسله رند دگارانی رو داخل مکران تشکیل میدن که البته روی صحبت ما داخل این ویدیو نیست. زمانی که نیروهای میرشیحک رند به کلات میرسن در واقع خان کلات از قبل به دست افراد طایفه جدگال کشته شده بود و کلات در اون موقع حکمران قطعی نداشت. نیروهای میرشیحک هم از این فرصت استفاده میکنن و در چندین نبرد میتونن نیروهای جدگال رو در سال 1486 شکست بدن و حکومت کلات رو به دست بگیرن. به همین دلیله که برخی میرجلال خان رند رو مؤسس سلسله رند بلوچ بر کلات میدونن که در واقع میرجلال خان در سال 1483 میلادی به مقام خانی رسیده بود و موفق شده بود در سال 1486 میلادی کلات رو به تصرف خودش در بیاره. و در واقع باید بگیم که میرجلال خان تونسته بود 3 سال بعد از رسیدن به مقام خانی، یعنی در سال 1486، این موفقیت بزرگ رو به دست بیاره و شهر کلات رو تصرف خودش در بیاره. اما بعد از کلات نیروهای قوم رند میتونن شهرهای دیگه رو هم به تصرف خودشون در بیارن، از جمله مناطق کچهی. در حملاتی که به این شهرها انجام میشه این میرچاکرخان رنده که رهبری سپاه و نیروهای بلوچ رو بر عهده داره. اون موفق میشه به عنوان ولیعهد با موفقیت این شهرها رو به تصرف خودش در بیاره. در سال 1487 میرجلال خان رند روی کار میاد و تا سال 1565 میلادی دوران حکومتش ادامه دار میشه. بعد از رسیدن به مقام خانی کلات طوایف بلوچ تابع خودش رو در مکانهایی که به تصرف خودش در اومده مستقر میکنه تا جایی که نهایتاً بعد از مستقر کردن این توابع 39 خاندان در نواحی تحت فرمان اون به اون اعلام وفاداری میکنن و مقام خانیت کلات بعد از میرشیحک خان رو برای اون به رسمیت میشناسن. در واقع باید بگیم بعد از مدت زیاد صلح و اتحاد بین طوایف لاشاری و رند نهایتا اتفاقاتی رخ میده که باعث جنگ 30 ساله بین این طوایف میشه و صلح و اتحاد این دو طایفه رو به دشمنی تبدیل میکنه. ریشه تمام این دشمنی ها بین این دو طایفه برمیگرده به بیوه‌زن دامدار و ثروتمندی به نام گوهر که گفته میشه در منطقه لاشار و در همسایگی میربهرام خان لاشاری زندگی میکرده. میربهرام خان بعد از ملاقات کردن این زن
نهایتا ازش خواستگاری میکنه، اما جواب رد میشنوه. نهایتا گوهر هم برای این که از دست میر بهرام خان در امان باشه به همراه تمامی مال و اموال و دامهای خودش به سمت منطقه میر چاکرخان رند کوچ میکنه و میر چاکرخان هم که آدم آزاده و وارسته بوده و ظلم به بقیه رو تحمل نمی‌کرده، بعد از شنیدن داستان اون بهش پناه میده. این قضیه باعث میشه میر بهرام خان از میر چاکر کینه به دل بگیره. بعد از مدتی بین ریحان پسر میر چاکر و رامین پسر میر بهرام مسابقه اسبدوانی برگزار میشه که نتیجه قطعی نهایتا پیدا نمیکنه، یعنی مشخص نمیشه که کدوم فرد پیروزه و هر دو اینقدر پا به پای هم مسابقه میدن که داورها نمیتونستن دقیق مشخص کنن که برنده مسابقه کیه. اما از اونجایی که داورای مسابقه از افراد نزدیک به میر چاکر بودن، ریحان پسر میر چاکر رو به عنوان برنده اعلام میکنن. این واقعه باعث میشه که رامین پسر میر بهرام در راه بازگشت به سمت منطقه لاشار به چند گله دام حمله بکنه که یکی از این گله های دام ها گله دام گوهر بوده. نهایتا میر چاکر هم بعد از این که متوجه این اتفاق میشه به سمت دام هایی که متعلق به میر بهرام بودن حمله میکنه و مقابله به مصر میکنه. در واقع تمام این اتفاقات نهایتا به این منجر میشن که جنگ های خونین بین دو طایفه رند و لاشاری شروع بشه و 30 سال جنگ بین طوایف رند و لاشار در سال 1489 شروع و در سال 1519 میلادی به پایان میرسه. در یک طرف نبرد 64 تیره تابع میر چاکرخان، اهم از بلوچ و پنجابی و سندی و افغان، و در طرف دیگر 39 تیره تابع میر بهرام قرار داشتند. بیش از 30 بار این دو گروه با همدیگه نبرد میکنن که آخرین بار نهایتا در نبردی سهمگین مشهور به نبرد نلی نیروهای میر چاکر و متحدان شکست سنگینی میخورن، به طوری که گفته میشه تمامی ارتش میر چاکر قتل عام میشن. اما میر چاکر موفق میشه به همراه چند تن از یاران خودش از مهلک جون سالم به در ببره و به سمت هرات عازم بشه که در اون موقع حاکمی از مغول‌ها بر اونجا حکومت میکرده. میر چاکر در واقع به اونجا میره تا از پادشاه هرات بخواد لشکری به اون بده برای انتقام گرفتن از میر بهرام. اما حاکم هرات برای میر چاکرخان 7 شرط میذاره تا در صورت قبول کردن این شروط و به انجام رسوندنشون توسط میر چاکرخان این لشکر رو برای اون فراهم بکنه. باید بگیم که این 7 شرط در قالب 7 خان چاکر به صورت منظوم بر وزن شاهنامه به زبان بلوچی سروده شدن و از جمله شاهکارهای ادبی شعر بلوچی به حساب میاد. بعد از اینکه میر چاکرخان این شرایط رو با موفقیت پشت سر میذاره، حاکم هرات به اون لشکری مجهز از نیروهای مغول و پشتون میده و میر چاکر هم با کینه عظیمی که از میر بهرام داشته با این لشکر به سمت اون میره و نهایتا میر بهرام خان رو در این نبرد شکست میده. ما اینجا داخل این کانال سعی میکنیم به توضیح وقایع تاریخی و سلسله‌های مختلف بپردازیم و علاوه بر توضیح دادن این وقایع خاصتاً به منطقه بلوچستان و مردم بلوچ بپردازیم و توضیح بدیم که داخل هر کدوم از این وقایع و سلسله ها مردم بلوچ چه نقشی دارن، در اون زمان چی کار میکردن و در کل اوضاع احوال اون زمان منطقه چطور بوده. اگه شما هم به این طور تاریخی علاقه دارید ممنون میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو داخل کامنت ها به ما بگید، چرا که این میتونه مهمترین کمک و بهترین کمک شما در این راه به ما باشه تا با هم و در کنار هم مانع فراموشی تاریخ و نامآوران تاریخ خودمون باشه.